میخواستم در اینجا از پدر عزیزم که واقعا عاشقانه میپرستمشون و ایشون یک رهبر خوبی در زندگی، نه تنها من بلکه برادر خواهرم بوده و ایشون کسی هستش که یخو میشکون و این نشونه‌ای که چقدر به یعنی پاور آف مایند، یعنی قدرت مغزی به بدن، اون موقع که شاید اصلا این برنامه ها نبود ایشون یخو میشکون و میرفت توی زمستون توی آب و بدونی که سرما بخوره، یا کتاب‌های متعدد راجع به چیزایی که تازه الان دارن درس میدن. من واقعا به وجود ایشون افتخار میکنم. همیشه معلم من بودن و همیشه یاد گرفتم ازشون و دلم میخواد از ایشون یه تمجید بزرگ بکنم و همینطور رهبر ورزش بزرگسالان در ایران بودن و خدمتگزار بشریت، برای اینکه هیچ وقت دلش نخواسته از ایران به اون صورت بیاد بیرون. میگه من اگر چیزی میدونم باید اول برای هموطنانم انجام بدم، برای اینکه اینا بیشتر احتیاج دارن و من واقعا به وجود ایشون افتخار میکنم.